آخرین روزهای 32 سالگیمه و از هفته بعد 33 ساله میشم. تولد من در این هفته است. مبارک همه شما باشه، چون واقعا هم مبارک شماست. مگه من که دارم زندگیمو میکنم، شمایی که این فرصت رو دارید که در عصری زندگی کنید که من هم زندگی میکنم. ظهور و رشد یک پدیده و یک ستاره رو میتونید از نزدیک، از صفر ببینید، تماشا کنید و لذت ببرید. میتونید چیزهایی که آیندگان باید در موردش صحبت بکنن، مثلا مینویسن زیر تقویم‌های 1450 و 1500 و اینا، قرار این حرفایی که الان من به شما به صورت زنده میزنم نوشته بشه و شما این فرصت رو دارید که همه اینها رو ببینید. چی از این بزرگتر و چی از این قشنگتر برای شمایی که داری زندگی میکنی الان؟ باور بفرمایید در تاریخ معاصر ایران هیچ چیزی به اندازه حضور من اهمیت نداره. اینو من به شما تضمین میدم. تولدم مبارک ماه و شما.